الو توسط واتساپ علیکم سلام آوازاده چه خیلی سوزی بعد نیستیم خدا را شکر بفرمایید ما مصابی مردمشون شناختی ما نه کی باشه او توقعاتی بحثم نداری تلفن ما تست میکشم ممنون کدومیش بیا ویدیو قزن کو مردم ببینه در بحث خوب کنیم آخه من خیگاب میزنم بیا بفرما بیام خیگاب زنی خب بس چی کاره هستی که جا خوندی سر ما چی کارایم آها هیچی کار نمی در بازار سودا میکنم در کدام بازار شهر بخترده بازار شهر بخترده سودا میکنم جورا خیلی خوب خیلی خوب ماتریال میفروشم دیم اتاجی بازاری فراوان ده همین روز شنبه هم برنامه تره همش خیلی بازار در سودا بکنی برای چی بازارها زیاد سوخته میشه و سبب سوختار چی است در بازارها سبب سوختار بسیارش همین نقلای برخی ایکو بسیارش همین وای میشوه یا نمیکنن همین چیزا پس گجارا نگاه میکنن مسئولان بازار مسئولان ناحیه مسئولان منطقه که چرا یک بازاری که با طلبات جوابگو نیست به کار شروع میکنه یعنی نفرا کو انداز میسپرند سر پول میسپرند خب چرا مسئولان کشور یعنی این مسئله زیر نظارت حکومت دیده نمیشه برای چی اون مسئله هم از زیر نظارت هم به چرا پژوهانیکو فقط میان میفهمونن پس چرا دکان ها زمانی که یعنی هر یک دکان هر یک بازار خب نظارت کن دارد خب اونها باید با طوری باید و شاید مکانی که برای تجارت برای ساخت هر جایی که نباشه ساخته می شود باید که خوب آماده باشه که به مردم داخلی تجارت شود پس چگونه یک برادر اگه برادر سوختار این چیزی وای نیست یکون کس نمیخواد که سوختار شده هم پس چرا نه خود در دیگر کشورهای دنیا بیا یک مثال بیار که در کدام کشور دنیا مثل تاجیکستان هر روز بازارها میسوزه در کجا نه اگه هر روز بازارها در یک سال چند بار میسوزه بازار کاروان چند بار سوخت بازار سلطان کبیر چند بار سوخت بازار سخاوت چند بار سوخت بازار جلجم چند بار سوخت بیروز بله او اگه همین بازاری که بسیار شازی وای بودن از شاید شرایط چون کمتر پیشتر بود نه از شرایطای بازاری نه خوب شده نه می شریف مثال نه بازاری نه که کوشانیون ساختن کو در شنبه یا را نگاه که بسیار شاید شرایط چون خوب شده دیگه یعنی میتونم گفته که بازارایی که پیشتر بود با طلبات جوابگو نبود دامادهای رحمان و سوزوندن گشته گرفتن خوب کردن همیشه گفته بازارها به حد شرایط چون نه میشه همین گپی من درست میبیا که بازارها با شرایط طلبات جوابگو نبود دامادهای رحمان و بازارها را سوزوندن دوباره ساختند با طلبات جوابگو از میشه گفتم میخوام مثال کی سوزوندن دامادهای رحمانوف یا از نوع کلانیت دامادهای رحمانوف چه بازارا میزونه برادر چی گفتی سخت میفهم چی گفتی انداز گوش که برادر بیا بازار همون خیلی گپ اوس بردی بیا همین سری مسئله صحبت کنیم اول گپ زنم ویدیوی عمر علی قوت فهموندی اول خب بعد مسئله سرحد گفتی ها شمس‌الدین شاهین مسئله سرحد گفتی رئیس نویه برآمد کرد بعد سه مسئله قرقیزا را گفتی خب همین سه مسئله در میخوام فکر ما بیان کنم کم برگوش کنم مسئله عمر علی قوت خب یا که خطون برادر خب همین تلفن مرا خاموش نگو همین عمر علی قوت همین قصال که گفتی مبارزه برد چی همین برای تاجیکستان چی فایده آورد چی پیشروی کردن شما برادر یا پیشروی را بگو یک پیشروی را بگو این مثال میگی که در تاجیکستان این قوادم کم بیزوات این قوادم بیچاره میگی مثال تو میگی یک پیشروی را شما کی را دستگیری کردین کدام کم بیزوات خانه ساختین دادین کدام کم بیزوات شرایط چه خوب کردین در همین تاجیکستان برای مردم تاجیکستان برای مهاجرا شما چی نوآوری آوردین بله بسیار سوالی درست بسیار سوالی درست اما بسیار سوالی بی سوادانه یعنی سوالی درست و بی سوادانه یکم برای ما بگو که کدام مسئولیتی ما روی دست داریم که ما وظیفه ما است که برای تاجیکستان برای مردم تاجیکستان خانه بسازیم معاش خوب بدیم زندگی خوب بدیم یعنی آیا برای ما کدام مسئولیت داده شده است که این کارو ما بکنیم روز بله دلت به مردم تاجیک میسوزه
ملت تاجیک میگی مردم تاجیک میگی دل خب. به مردم تاجیک میسوزن خب برآمد میکنی اینام مردم تاجیک خب. برآمد میکنی اینام ملت سخن میکنی خب در عرصه چی مورا پاس میکنن او برو مونا خیلی شما که ملت تاجیک میگین برای ملت تاجیک تو امروز چیکار کردین برادر شاید هیچ شاید تمام گوش کن شاید من تا امروز هیچ کاری نکردم اما میخواهم که آینده برام یک مسئولیت داشته باشم برای همین ملت خدمت کنم هدف از امروز حرف زدن من دعوت کردن مردم هم است که ای مردم ما آماده هستم که فردا برای ملت خدمت کنم یعنی پس جنایت کردم برای ملت خدمت کردن خب. برای ملت خدمت کردن خب همین خلق در بینی در عرصه جوانی پس زدن در کجا ما خلق پس زدیم یعنی خلق یعنی کی چی خلق یعنی چی خلق یعنی چی زنگ میزنی همین گوش که وقتی که در یوتیوب برآمد همه گذاری خب ترا میلیون ها تماشا میکنن خب دیگه ملت ها تماشا میکنن خب. به حال ما مردم تاجیک میخندن خب میگه ملت تاجیک انیگو چون وایرون که زده کدوم ملت هم خیلی ملت یعنی عباره ملت برای من مفهوم ملت بفهمون اخی چرا من بارها در برنامه میگم که ای مردم ملت چیز دیگر است حکومت چیز دیگر است مردم چیز دیگر است تاجیکستان وطن چیز دیگر است قانون چیز دیگر است دین چیز دیگر است اخی شما آمیختن نکنین از براس خدا من در هر برنامه برای شما مثال میارم که یعنی نمیشود شما ملت به حکومت مقایسه بکنید مفهوم ملت دیگر است مفهوم حکومت دیگر است باز هم یا نمیفهمید گوش که برادر بله مفهوم ملت گوش که ملت همین ملت خلق است ما یگان جا خلق یگان گپی بزب گفتم من خلق یگان بر گپی قبه گفتم نه سوال جواب ته فقط گوش کن من خلق چی گپی بزب گفتم بله چی دگجو اسناد بیا اسناد کجا دا اسناد همین برنامه ما صرف درباره همین خلق تاجیک در کجا من خلق تاجیک گپی قبه گفتم دشنام کردم تهدید کردم خب بنام در کجا گفتم بیا ای برادر همین وزیر همین پرزیدنت همین خلق تاجیک نیست وزیر یک در سطح وزیر نمیشه خلق کلی خلق هم قیاس بکنی وزیر یک شخصی حقوقی وظیفه‌دار و مسئول است امروز زمان جنایت کلیسا برای چی من نبگم برای چی من وزیر کارهای داخلی مثال دروغ میگه فریب میکنه مردم از زندان دارن مردم به قتل میرسونن ما چرا دربارش گپ نزنم شما از کجا گرفتین که ممنوع گپ زدن از کجا گرفتین ای سلمان برادر گوش کن همین مرا چی با یگان کس مرا نه برا زندان کنه چی با همین سوال عادی چی با مرا یگان کس نه برا زندان کنه میخوای که زندان شوی نه گوش کن گپ برای من بگو که امام علی رحمان انا نگاه کن چه خیلی روانای زندان میشه تماشا کن امام علی رحمانوف چند سال شد پرزیدنت است بیا چند سال شد از خیلی سال 1994 آیا در یک کشور دموکراتی 28 30 سال پرزیدنت شدن ممکن است؟ چرا ممکن است؟ چه بزنم؟ چگونه؟ نه بگو ممکن است یا که ممکنه از روی قانون‌های بین‌المللی گپ زدن. آیا در یک کشور دموکراتی یک کشوری که میگیم که مردم حکمران است ها؟ گوش که تا جایی که من میدونم پرزیدنت خلق انتخاب میکنه مدام که خلق انتخاب میکرد پس چرا خلق پرسیدن معاش امام علی نداشته باشه من عضو خلق هستم مدام من انتخابش کردم برنامه قبلی در برآمدن شما حق ندارین چرا من خلق بودم دیگر کس خلق بوده است از رحمانوف حقی پرسیدن معاش نداشته باشه برای چی مدام که مردم انتخابش کرده بوده است معاش رحمانوف تا ما مردم چی میپرسی چرا مدام خلق او را انتخاب کرده است خلق از خلق پنهان میکنه برای چی او فهمیدن معاش رحمانوف ترا چی در تغییرات کاری تو چی تغییرات میداره چی پیروز میشه اوخی فهمی شبینین من باور که عقلی یا به اندازه نمیرسه که ای مردم اوخی برای خلق باید همه در روی ورق نوشته شود مدام کشور دموکراتی است مدام که حکومت مردمی باشد باید که در روی ورق با خطهای سفید سرخ کبود جگری نوشته باشه که معاش پرزیدنت اینقدر است مدام که رحمانوف مردم انتخاب کرده است پس عوض کردن سرقانون چی معنی داشت بیا نه مدام که رحمانوف خلق انتخاب میکرد چرا سرقانون عوض کردن چی لازم بود
گوش که برادر سوال جواب ده هیچ از این بیرون نرو مدامه که رحمانوف خلق انتخاب کردن چرا سرقانون عوض شد چرا گوش که برادر یا بر گوش که نه از همین سوال بیرون نرو من هیچ گوش نمیکنم چرا سرقانون عوض شد مدامه که رحمانوف خلق انتخاب میکرد چرا عوض شد بیا یک چرا عوض شد چرا سرقانون بله چی سرقانون عوض شد بله لازم شما چی لازم بود مدام او را خلق انتخاب میکرد آخه این همین سرقانون کی عوض شد معلومات داری تغییرات به کانستیتوسیا رحمان وارد نمیکنه کو برادر کی وارد میکنه الو کی وارد میکنه تغییرات در کانستیتوسیا رحمان وارد کی وارد میکنه کی وارد میکنه برای رای پرسی بعد تغییرات درآورده میشه تا جای ما میدونیم تو برای رای پرسی تغییرات دادی انتخاب کردی کی من بله همون کی بود کی معرکه تغییرات کانستیتوسیونی بود که تو رفتی عوض کردی کی کدام چیز در کدام سال کی تو همچه یک نفر رفته اشتراک کردی کی بود بیا گوش که همین سالی چند بود چند همین اخیران بر سالی 10000 چند بود 15 بود 16 بود من نمیدونه دروغ میگن از شما وابسته نیست سر قانون کشور از مردم وابسته نیست دروغ میگن فریب میکنین شما را فریب کردن در همون یک ورقش نوشتن که برای رای پرسی مردم اما مردم پرسیدن نشد دروغ میگن شما دروغ شما را فریب کردن ای چاپلوسای محترم شما را فریب کردن عوض کردن سر قانون به خاطر آبروی مردم و ملت نبود به خاطری که او آینده اینا شاه و شاهزاده شوه به خاطری که فرزندش فردا جایگزین پدر باشه در سرقانون تغییرات وارد کردن میفهمی؟ فهمیدی؟ برادر همین فکرات برادر گوش که فکرات 100% درست فکر درست میگم مگر در تماشا کن تاجیکستان یک کشور اولادی هست حکومتی رحمانی که نه یگان اولادی گفته چی نمیفهمم اولادی یعنی که دخترش در حکومت بچهش در حکومت دامادش در حکومت کلنش در حکومت خداش در حکومت نویرش در حکومت همسایه‌اش در حکومت یعنی یک اولاد تاجیکستان رو کنترل میکنه یا که نه نه من خیلی کلینش من یگان چی خیلی من برات میگم میکنن یا که نه بگو من بیو نه یا که ها گوش که سوال جواب نه یا که ها نه من خیلی گوش که اولادی خیلی من نمیدونم من میگم ها یا که نه تو فقط نه بگو من برات مثال برم ها یا که نه چی نه ها یا نه یعنی که حکومت تاجیکستان حکومت اولادی است یا که نه نه حکومت پس رهبر کشور کی است رهبر کشور کی است محترم اومدی نفر دوم در کشور کی است خوی رسول زاده تو خیانت در حق رستم کردستی سروزیر نفر دوم در تاجیکستان نیست رئیس پارلمان است بعد از رئیس پارلمان زمانی که رحمانوف اگر مرد اگر بیمار شد به استعفا رفت وظیفه او را کی میگیره رئیس مجلس اولی آن نفر دوم کی بوده رئیس مجلس کی رئیس مجلس اولی نمیدونم کیه میدونی رستم امامعلی بچه رحمانوف نفر دوم در کشور گوش کن آخه گوش کن من اثبات کنم که حکومت اویلوی بود از نفر دوم در دستگاه پرزیدنت یعنی که آزاده رحمان چیکار میکنه رئیس دستگاه است یا کی نه رئیس دستگاه نمیدونم انا من گفتم رئیس دستگاه گوش کن من گفتم رئیس دستگاه آزاده رحمان فهمیدی انا گوش که من فهمیدم انا که حکومت اویلوی بود است یا کی نه نه برادر گوش که گوش فکر ما گپ زنم الو بله انا گوش که مثال امی نشد رستم گفتی رئیس چیز گفتی مثال خب من قشنگ میدونم روز رئیس شهر دوشنبه ای برادر روز دیگه وقتی که امی بعدی رستم شدن دوشنبه میرم میام خدمت باور که 24 دیگه خیلی میکنم 24 دوشنبه رو بود که تاجیکستان میشه که تاجیکستان گفت که دوشنبه یا که نه تاجیکستان یک شهری خورده از دوشنبه یک شهر است تاجیکستان ایومالی آباد کیسه برادر محترم مادر بیا من از آبادی‌ها میمونم سلامت باشی تشکر زیاد من آبادی‌ها رو برای خود بمونم یک کم ترک ببین همین بگذارین خواهش میکنم
بذار به موسیقی باشد. الو صبر کن مردم آبادی ها را ببینن، مکتب ها را ببینن، بیمارخانه ها را ببینن. تاجیکستان رحمانوف آباد کرده است. در عصر 21 احوال مکتب را ببین. مردم در یک کپخانه درس میخونه. برای شما دولت‌دارا شرم است، عیب است، مصیبت است، ماتم است. میفهمید شما چی میگین؟ مردم هم در گجاها زندگی دارن. شما محترم جناب عالی مکتب ساخت، محترم جناب عالی پیشوای ملت آباد کرد. شما احوال هم ببینین. احوال دیده میشه یا کی نه؟ کودک بین پشت تا آرنج بالا کدگی آب میگذره مکتب میروه. نگاه کن احوال ببینین شما. کر و کور و گنگ و شل نیستین. ببینین احوال مردم. مردم چگونه میروند، چگونه درس میخونه. آیا در یک کشوری آباد، در یک کشوری که سزاوار پیشوای ملت و اساسگذار بوده است، همین حال است. همین است دولت داری، همین است حکومت. تا از چی گپ میزنی؟ تا از عمود یک گپ خوب میگفتم بود. نیا کن مردم. تا نوارا گوش که یک بار یوتیوب درو اول الا را کنار بگذار. گوش کن مردم چی میگه. خب موینی معارف خدا به خبرم که دروغ میگه که باور کنین. بله بفرمو. دیدم این ویدیو تا دیدم برادر این مکتب دیدی؟ ویدیو تا دیدم. مکتب دیدی؟ دیدم گوش کن. ها. همین ویدیو سال چنده برادر؟ نه. کو اثبات کو هم سنا شبمون مردم ببینه. سنا شبمون امکانیت داری سنا شموندن ده. رادیوی آزادی بدرو در همونجا چند روز پیش بوده این نوار. چند روز پیش است. آخه من هم ادرام تو بدرو مردم. به سواد باشه خدا حافظت خاموشش کن. نمیدرم من چی میگم معلمی تو موقع نمیدرم میگم خشوتانم دیگه همه چی من برای تو برو ما ایرا ببین ما اورا ببین. بدرو ببین عقل یاد گیرین، سواد یاد گیرین، پیگیری کنین اخبارات را. بجز در تلویزیون‌ها رقص بازی نوروزی توی خزانه چی نمیدونین. یاد بگیرین درو این رسانه‌ها. دیگه بخوایم در دهن تو توف بکنم. ای من ایشا نمیدونم، ما اوشا نمیدونم، ما ایشا نمیدونم. چی من برای شما کار دیگه ندارم که همه‌شو بگیریم در تو نشون بدیم. تازه اخبار جدید است.